چی نعمتی بزرگ است روزه گرفتن که هم تن جانت سالم باید. همین روز جنازه رفته بودیم، خدا رحمت مغفرت کنه حضرت داملو حکمت الله علیه رحمه را. خدا شهید است، تا به حال همیشه جنازه کلونه ما ندیده بودیم و شهیده نکرده بودیم. اینا روزادار بودیم، اینقدر کش مردم زیاد، اینقدر زیارت سلام علیک، چند بار در آب عرق معتبر شدیم، اما با خدا قسم همیشه آروم و به حضور و آسوده آمدیم تا سری طعام. بچه ها شهید هستند، من طوال قضای حجت کردگی نیستم. همون طهارتی سحرخرک باید، همون طهارتی سحرخرک قپیده میستودم. اگر به شرطی که وقتی روزخری باشه همون طهارت سحرخرک ایستوده میشه. ولی انشالله نیت دارم، امید دارم، میرم ختم قرآن میگذرونم به حضور. و به خاطر که وقتی آدم طعام و شراب نمیخوره، وقتی که آرام و آسوده است، فکر حاجت خونه هم کم میکنه. ببینید فانه لی و انا اجزی به، خدای بزرگ به خودش مثلا نشانه کرد، به خودش نسبت بود که روزه را بنده برای من میگیره، پس پاداش این بنده را من میتم. و صوم جنتون، شریف رمضان سپر است که صاحبش از بلاها در دنیا حفظ میکنه و فردا روز قیامت از آتش جهنم محفوظ میدارد. فاذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یسخب، وقتی میگه یک نفر شما روزه میگیرید، رسول خدا صلی الله علیه و سلم، پس در اون حین روزه داریتون به خشم و غضب نیایید، داد و فریاد و فغان نکنید، با قدر این ماهی بزرگ برسید، حرمت یک ماهی بزرگ حد نکنید، پیش پا نزنید. این قیامت خداوند احساناتی رو که برادر بدنگاه به نیازم قبول فرما، انشاءالله یک برکت نصرت داره و سرشمار تمام روزه‌دارا و سرشمار تمام کسایی که در این خاندان افطار کردن، انشاءالله پروردگار در نامه اعمال ایشان جورابک اجر ثواب درج میکنه و خداوند روح دولت جان برادرش رحمت مغفرت کن و در روحای جنت مستقر گردان. و خداوند شب اولی حضرت داملو علیه رحمه است، خداوند شب اول براش آسان بگردان. آمین. خواب ناز عروسی و رحمت تا روز قیامت حفظش کن. به خاطر خدمات شایسته و بزرگی که در جاده شریعت غرای محمدی انجام داده است، به خاطر آنکه مسلمانان را مدت‌های طولانی از گمراهی و ضلالت سبب نجات شو گشته است، پروردگار همنشینی رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحاب گرامی را برای حضرت نصیب فرماید و پیونده و خش اقرباش صبر جمیل عنایت فرماید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمدلله که اینا جنازه حضرت داملا حکمت الله را خواندیم. واقعا موت عالم موت عالم است. بزرگ فرموده است چراغ هر دو عالم عالمانند، به معنی عالمان جمع جهانند، کسی به علم نشناسد خدا را، نیابد راه حق راه خدا را. به علم عالمان سازی چو تحقیر، به قول مصطفی گردی تو کافی، رضای حق تعالی در امین است، در این فرمان رب العالمین است. خداوند سفر حضرت جان سفر مبارک، بخششگاه ابدیش خداوند جنت الفردوس، قبرش را باغی از باغ‌های جنت بگردان، یک روزنه یک پنجره از جنت الفردوس برای حضرت جان گشوده بگردان و با باقی ماندن نزدیکان و فرزندان و پیوندانش صبر جمیل و اجر عظیم خدا با نصیب بگردان و گذشتگان ما و پدر و مادر ما را نیز خداوند مغفرت و جاهاشان جنت بگردان. در این ماه مبارک رمضان همه خوبی ها و نیکی ها را بر خاندان یک و یک مسلمانان خداوند ارزانی بساز. آمین. مسلمانی بر روی جهان آمد، از صدق نما توبه بی پرده قبول گردد، این راحتی ربانی بر روی جهان آمد، این راحتی ربانی بر روی جهان آمد. جان و تنی تو باید با هم بگیرن روزه، این امر خداوندی بر عالمیان آمد، این امر خداوندی بر عالمیان آمد. از صدق دعا بن ما
در وقت دهان بندی خیر و برکت ریزد از لطف خداوندی. این فرصتی بخشایش یک سال به یک آید، این ماه به ما شاید بهر امتحان آمد. شکرانه بجا آرید ماه رمضان آمد. شکرانه بجا آرید ماه رمضان آمد. مرگ صاحب دل جهان را نشانی کلفت است. شمع چون خاموش گردد داغ محفل می شود. عزیزان اهل اسلام، امروز یک شمع از شمعهای شریعت محمدی خاموش گشت و داغ محفل ما و شما شد. عزیزان اهل اسلام، از مرگ چاره‌ای نیست. از مرگ جای خلاصی و جای گریز نیست. از مرگ جای پنهان شدن نیست، چون که الله مهربان در کلام اقدس خود می فرماید که کل نفس ذائقة الموت ثم الینا ترجعون. هر نفس چشنده شربت مرگ است، سپس به سوی ما برگردانیده می‌شوید. در این آیه مبارکه یک اخبار عمومی به تمام بشریت است که هر ذی روحی که در این عالم هستی وجود دارد به نوبت شربت مرگ را می چشد. از مرگ جای خلاصی و جای گریز. یهدوا بهم الله، خدا به آنها نظر نمی کند. برابر امروز مرگ عالم، مرگ امت گفتن، مرگ عالم، موت عالم گفتن به همین خاطر است که اگر این نیکان بروند، اگر ما از اینها استفاده نکنیم، اگر ارزش و قدر این دوستان الله هم و شما ندانیم، برادران عزیز، روز خواهد رسید یک زمره انسانهای از در بین مردم باقی میماند، نیکان جدا میشوند که دیگر آنها را خدا نظر نمیکرده است. پس برادران عزیز، این لحظه در ماه مبارک رمضان روزه میگیرم. ببین برادران عزیز گرامی، ما الحمدلله در این ساعتها همه روزدار هستیم. وقتی که میخوام گپ بزنم دهانم خوش شده ایستاده است. این اشاره به آن میکند که جنت عاشق یکایک ما و شماست. خصوصا استاد ارجمند مرحوم ما که امروز در دهه رحمت خدا جانش نشا گرفت. چه مرتبه عالیه در ماه مبارک رمضان، در دهه رحمت و در حالت روزداری و صومداری. به سبب برادران عزیز گرامی، همین 4 صفتی را که الان ذکر نمودم، موت العالم موت العالم، این موت انسانهای عالم و دانشمند و پیشوایان دین مقدس اسلام، این موت عالم است. موت این دین انسانها از بین رفتن علم و دانش است. امروز عزیزان اهل اسلام یک صندوق پر از علم و دانش به زیر خاک یکایک از پیغمبران سر کرده، از ملیک و دارندگان سر کرده، از همه پیشوایان و گذشتگان سر کرده، از همه دارندگان و از همه قدرتمندان سر کرده، هر یکی به نوبت خود به این راه میپیماید و چاره جز صبر نیست. باید که ما و شما صبر داشته باشیم که خداوند بزرگ در یکی از آیات‌های بزرگش در قرآن کریم می‌فرماید: استعیذ بالله فبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. مژده بده ای محمد آن صبر کنندگانی را که آنها را مصیبت میرسد، پس آنها در برابر این مصیبت صبر میکنند و میگویند که انا لله و انا الیه راجعون. ما از خداوند هستیم و ما به سوی خداوند برمیگردیم. و من نیز در اینجا انا لله و انا الیه راجعون میگویم و نوبت را به